محفل معرفت وطندوستی در مؤسسه دولتی تعلیمی لیتسه برای خوانندگان بالایقت در شهر دوشنبه با حضور خوانندگان و آموزگاران، اهل ریاست و سیاستمداران و عالمان جریان گرفت. مقصد از راه اندازی محفل معرفت وطندوستی پیش از همه بلند برداشتن هویت ملی، حس وطندوستی خوانندگان، تربیت حقوقی آنها و حفظ ارزش‌های ملی ارزیابی گردید. عبدالله راهنما، سیاستمدار کشور، ضمن سخنرانی خود نقطه‌های مهم پیام پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با مجلس عالی را شرح داده از سه حلقه به هم پیوست که در پیام تاکید گردید یادآور شد. وضع جهانی امروزه، وضع در کشورهای منطقه و تاثیر روند برخورد منفعت‌ها در پیشبرد حیات آسایشته در تاجیکستان. گفته شد که پرزیدنت کشور در پیام نوبتی خود با مجلس عالی دایر به تربیت وطندوستی شهروندان مخصوص تاکید نمودند. ما باید وطندوست و وطن پرست باشیم و هرگز فراموش نسازیم که احساس گرم وطندوستی و حس بلند ملی عامل اساسی ترین و راه مهمترین رشد دولت و جامعه می باشد. یعنی هر یک ما باید من بعد نیز مفهوم های وطندوستی و رشد را شعار کار و فعالیت هر روزه خود قرار دهیم. باید گفت در زمان معاصر که روندهای پرتضاد و زود تغییر یابنده و برخورد منفعت ها تا رفت دامن پهن نموده است، بلند برداشتن درک و فهمش واقعی وطنداری و خویشتن‌شناسی، حفظ ارزش‌های ملی و فرهنگی و تمامیت ارضی و ساختار دولتداری ماهیت اولین درجه کسب نموده است. مقصد از تشکیل و برگزار نمودن چهاربینی امروزه این پیش از همه بلند برداشتن حس وطندوستی نسل نورس و خوانندگان مؤسسه به حساب رفته. رهبریت مؤسسه تصمیم گرفته است که در اساس نقشه چهاربینی ها جهت در عمل تطبیق نمودن قانون جمهوری تاجیکستان درباره بلند برداشتن حس وطندوستی شهروندان جمهوری تاجیکستان، اینچنین تطبیق عملی کنسپسیای ملی تربیه و در دایره ملاقات اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با فعالان جامعه و خادمان دین واخوری با کارشناسان ساحه را برگزار نماید و در دایره چهاربینی امروزه صحبت و ملاقات سودمند بین آموزگاران و خوانندگان و کارشناسان ساحه که دعوت کرده بودند برگزار گردید و فکر میکنم که این گونه واخوری ها جهت در عمل تطبیق نمودن برنامه و استراتژی هایی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت تربیت نمودن نسل نورس در روحیه خودآگاهی ملی و خویشتن‌شناسی و وطندوستی تهیه شده است سهم مناسب میگذارد. عبدالرحیم خالقزاده، دیرکتور مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در برآمد خود قید نمود که چهاربینی‌های گوناگون وطندوستی در هر مؤسسه‌های تعلیمی محض به خاطر بیداری نسل نورس درک مفهوم‌های وطنداری، فرهنگ و ارزش‌های ملی بوده در روند دولتسازی ملی و سهم جوانان در رشد دولتداری نقش مهم دارد. او تاکید نمود که ارزش مفهوم وطندوستی برای تاجیکان احساس ارثی، میراثی، تجربوی و هم تاریخی است. از بس که جهان متمدن در تحولات همیشگی قرار دارد، باید هر یک نفر با احساس واقعی و عملی وطن خویش را دوست دارد و برای پیشرفت و ترقیات و حفظ امنیت آن جان خود را فدا سازد.